سلام، من سپر هستم آبدینی. امروز میخوایم براتون روتوش و تنظیم رنگ عکس‌های استدیویی رو ببینیم. خب یه عکس داریم که با دوربین هاسلبلاد گرفته شده. این رو میخوایم اول تنظیم رنگ کنیم. توی فتوشاپ باز میکنیم. به محض اینکه این رو توی فتوشاپ باز میکنیم، فیلتر کامرا راو باز میشه و توی این میتونیم به تنظیم رنگ بپردازیم. خب اول میایم ببینیم که عکس ما تو چه وضعیتی هستش. وایت بالانسش خوبه ولی یک مقدار نورش اوور شده توی این قسمت ها. همینطور که میبینید اینا رو ما میایم اصلاح میکنیم اول. خب یک مقدار اکسپوژرمون رو کم میکنیم، همین صورت که میبینید. یک مقدار هم بیشتر. خیلی عالی. خب بعد بریم سراغ این قسمت های هایلایتمون. اینها رو اصلاح بکنیم تا این عدد خیلی خوبه. خب با کنتراست فعلا کاری نداریم. یک مقدار هم شادوی عکسمون رو باز میکنیم. خیلی عالی. اینجا هم بسیار عالی. یک مقدار سفیدی عکس رو بیشتر میکنیم که عکسمون جلوه قشنگتری داشته باشه. شادوی عکس رو میتونیم درست کنیم. خب خیلی عالی. به نظر من ما یک مقدار اینجا میتونیم وایت بالانس عکس رو کمتر بکنیم، یعنی روی 4900 قرارش بدیم. فعلا عکسمون قشنگتر میشه. خیلی هم عالی. خب بریم سراغ کلریتی. یک مقدار کلریتی بدیم به عکسمون. خیلی عالی. این رو هم روی عدد 8 قرار میدیم. یک مقدار سچوریشن عکسمون رو کم میکنیم. خیلی عالی. خب اینا تنظیمات بیسیکمون بود. بریم سراغ تون کرو. یک مقدار لایت عکس رو بیشتر میکنیم. هایلایت رو یک مقدار میتونیم کمتر بکنیم. خیلی عالی. شادو رو هم میتونیم به این شکل اصلاح بکنیم. خب تون کرو هم به نظر من تا اینجا خیلی ایدئاله. بریم سراغ شارپنینگ عکس. شارپنینگ عکس رو یک مقدار میتونیم مانتش رو بیشتر بکنیم. رادیوس رو هم یک مقدار. نویز عکس رو، لومیننسش رو میتونیم یک مقدار بیشتر بکنیم که حالا یه سری نویزهای ناخواسته عکس کم بشه. خیلی عالی. بریم سراغ HSL Adjustment. توی HSL Adjustment توی قسمت Saturation میتونیم یک مقدار قرمزی عکس رو کم کنیم. جلوه خوبی به عکس نمیده. یک مقدار حالا در حد -11 خیلی خوبه. یک مقدار هم ببینیم مجنتاش رو کم کنیم. ببینید این لباش خیلی سرخه.
خب به نظر من خیلی قشنگ شد. اسپلیت تونینگ هم اگه نور اضافی خواستیم توی هایلایت ها یه رنگی بدیم، میتونیم از این قسمت اقدام بکنیم. خیلی عالی. اسپلیت تونینگش هم عالی شد. دوستان میدونید برای تنظیم رنگ و کار حرفه‌ای باید از لایت روم اقدام بکنید. حالا ما چون به صورت سریع میخوایم کار رو انجام بدیم دیگه وارد لایت روم نمیشیم. منوی لایت روم هم تقریبا همین ها رو داره و زیاد فرقی نمیکنه، فقط اون برای تنظیم رنگ کلی عکس ها خیلی کاربرد بهتری داره. مثلا میخوایم 50 تا عکس رو تنظیم رنگ بکنیم، خیلی قشنگتر میشه، راحت تر میتونیم تنظیمات رو اعمال کنیم و خروجی بگیریم از عکس ها. خب در این حالت من فکر میکنم که عکسمون قشنگه. یعنی من خودم این رنگ رو الان بیشتر پسند میکنم. حالا شاید بعضی دوست داشته باشن یک مقدار رنگ عکس گرمتر باشه، اینم میشه انجام داد. چه فرقی نمیکنه سلیقه شما، چه سلیقتون چی باشه، به نظر من ایدئاله. خب عکس رو باز میکنیم ما. خب بریم سراغ روتوش عکسمون. خب یک لایه جدید ایجاد میکنیم از عکسمون که بتونیم تغییرات رو ببینیم. با ابزار چسب زخم لکه هایی رو که خیلی به چشم میخورن رو برمیداریم. از قسمت پیشونی شروع میکنیم. خب به نظرم که تا اینجا خیلی ایدئال شد. ببینید لکه های سیاه ریز که توی صورت بود، اینا رو ما اومدیم حذف کردیم. بعدش میریم سراغ کار با استمپ. با استمپ هم یک مقدار عکسمون رو نرمتر میکنیم. همیشه باید سعی کنید توی روتوش
بافت پوست رو تخریب نکنید. بافت پوست سر جاش باقی بمونه. خب بریم سراغ قسمت بینی. اینجا رو هم یک مقدار روتوش کنیم. بچه نحوه روتوش عکس های پورتره رو دقیق براتون آموزش خواهم داد. الان نشون میدم که چه جوری دارم روتوش میکنم. خیلی راحت اگه یک مقدار وارد باشین متوجه میشید که چه جوری و چه مقدار باید یه عکس رو روتوش کرد. ولی اگه کلا بلد نیستین از صفر براتون یه ویدیو آموزشی قرار خواهم داد که روتوش عکس رو با دلیل و با جزئیاتش، اصولش بهتون توضیح میدیم. خب ببینید برعکس هر چقدر بیشتر وقت بذارید عکس انقدر تمیزتر میشه. ولی خب من اینجا نمیخوام ویدیومون طولانی بشه، خیلی سریعتر دارم کار میکنم و خب دقت کار یک مقدار پایین میاد. ولی خب حالت کلی عکس رو میخوام براتون نشون بدم که چه اتفاقی توی عکس میفته. یک مقدار این سایه ها رو برمیداریم. خیلی خب ببینید دوستای عزیز، ما عکسمون روتوشمون تقریبا در این حد شد. بیشتر از این هم میتونیم کار کنیم، ولی خب خودتون بیشتر باید وقت بذارید بیشتر کار کنید. خب کجا بودیم؟ یک مقدار اول لکه گیری کردیم، بعد اومدیم روتوش کردیم. این روتوش بر حسب سایز عکس خیلی مهمه، میتونه متفاوت باشه بر حسب به قول معروف دیتیلی که ما میخوایم خیلی مهمه و میتونه خیلی سافت‌تر باشه، میتونه خیلی به قول معروف خشن‌تر باشه. ولی خب ببینید این برای عکس‌های سایز بزرگ خیلی قشنگه، چون بافت پوست از بین نرفته، بافت پوست سر جاش هست. ولی خب اگه قرار عکسمون سایز کوچیک کار بشه میشه یک مقدار بافت رو بیشتر مشخص بکنیم. باز
درصد کلیش رو هم میتونید از اینجا یک مقدار کمتر بکنید. اگه عکس طبیعی تری دوست دارید میتونید درصد روتوشمون رو. خب به این صورت که میبینید عکس ما در اومد. حالا یک مقدار نور اضافی اینجا هست، اینا رو میتونیم کمتر بکنیم. راه‌های مختلفی وجود داره که اینا رو ما بتونیم کم بکنیم. خیلی عالی. خب به این صورت که میبینید عکس ما تبدیل شد و شما هر چقدر دقت بیشتری به خرج بدید میتونید روتوش قشنگتری داشته باشید. خب یک مقدار هم ما میتونیم روی زمینه این عکس ها کار کنیم. عکسایی که روی بک‌گراند مشکی گرفته میشن یا روی زمینه گرفته میشن معمولا این مشکلات رو دارن، مگه اینکه بک‌گراندتون خیلی تمیز باشه. خب یک مقدار یک دست میکنیم زمینه رو با استفاده از ابزار براش و این قسمت رو هم همینطور. یک دست شدن زمینه خیلی کمک میکنه که عکسمون قشنگتر دیده بشه. همیشه سعی کنید از بک‌گراندهای تمیز استفاده کنید برای عکس برداری، ولی خب اگه ممکن نباشه براتون میتونید بعداً توی فتوشاپ هم اینا رو اصلاح بکنید. خب این قشنگ نشد، ولی خب در همین حالت به نظر من قشنگه. یک مقدار هم پاییناشو محو کردیم. ببینید بسیار جلوه خوبی به عکس داد و عکسمون بسیار مرتب تر شد. خب عکسمون از این حالتی که میبینید به این حالتی که دیدید تبدیل شد توی روتوش و قبل از روتوش هم رنگش این عکس بود و تبدیل شد به این عکسی که میبینید. امیدوارم که موفق باشید. اگه ویدیو ما رو پسند کردید میتونید لایک کنید. اگه کانال ما رو تا حالا سابسکرایب نکردید ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید و با حمایت‌های خودتون ما رو خوشحال کنید. با آرزوی بهترین ها موفق باشید.